آوردند که مردی برای حاجت از خانه بیرون آمد. در سر راه او با جوانی واخورد. جوان با مهربانی و صمیمیت او را به خانه‌اش تکلیف نمود. آن مرد دعوت را قبول نمود. پس از میهمانداری جوان خرسند و خوشحالانه به آن مرد 4 خلطه گندم و تحفه های زیادی را تقدیم نمود. مرد در تعجب شد و گفت: ای جوان مرد، من در حیرتم. تو را نمیشناسم و به تو نکویی نکردم. این اکرام بزرگ برای من چی میکنی؟ جوان با درد و الم از پدری درگذشته‌اش با آب دیده و حسرت یاد کرده گفت: وقتی پدرم از دنیا درگذشتند من کودک بودم، ولی چهره گرم و نورانی او همیشه در نظر است. بدان که شما به پدرم مانند بودید، خواستم که به مانند پدر خود نکویی کنم. دوره های کودکی، آغوش گرمی پدرم، دوره های بچگی، آغوش گرمی پدرم. هرگه که یاد می آرم دلم گم می زند، با سری خم گشته بر سوی مزارش می روم. در دماغم بوی آخر دلم گم می زند. پدرم در نوبهاری زندگی بر وقت رفت، ماند ما را بعد خود گویا برای درد و غم. زنده ها از غم نمی میرم، فهمیدم اکنون زندگانی سخت شد به دست نرمی پدرم. اهل مردم یاد دارد تا کنون، نزدی پدر میروم گویان گریه های من. در دمی دروازه با چشمان چار و انتظار، با امیدی دیدنی رویش بودم های من. ای قامتی زیبای او در نزد چشمم جلوگر، سایبانم هیچگاه دیگر نیامد نزد من. دوره های کودکی، آغوش گرمی پدرم، دوره های بچگی، آغوش گرمی پدرم. هرگه که یاد می آرم دلم گم می زند،
دلم دوم میزنه، دلم دوم میزنه.